ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان هست. چطور که ما گرفتیم 52% از کمیته دین تا وزارت حکومت همین به مذهبان گرفتگیان. این همین سویگه ها و پیشامی و چی لما انکرد حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابی هست. برای 50-60% حکومت وهابی شید در اونش جو کرد. یک آدم کاش حق باشه قانون کنه و مسئله در 70-80 ببره و یک روز سویگه را حق نکنه. این چی مذهب دینه؟ تو باز در روز قیامت، من خب والا برشان میگم و صدای من خود میشنوه، تو باز در روز قیامت در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میشی و میگی که یا رسول الله من در مسند تو شیشته بودم. رسول الله میگه تو در مسند گدایگران شیشته بودی، نام مرا بد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان هست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین میگن که اولی الامر علما هستند. در پولوی نام الله و نام رسولش نام تو عالم است. در مسند رسول الله شیشتی. رسول الله صدقه را نمیخورد. در دار نوازش یک خرما را حضرت حسن گرفت در دان خود انداخت. رسول الله کلک خود در دانش داخل کرد و گفت که کخن این صدقه نداشت. در نوازی خود اجازه داد. تو چطور کنی؟ خیر سال بخور، حالا شکم تسیر کن، عالم اسلام منبع بساز، حالا پیسه یتیم، پیسه فقیر، پیسه که باید دار ایتام جوش ایره در شوجمگی و چلو اسقاط و خیرات مشروعیت بده و یتیم در روی سرک افتاده اور انگلیس میایه نصرانی میسید. والله در روز قیامت بیاد، والله در روز قیامت بیاد.